برای بسیاری از ما گزینه‌های شغلی متعددی وجود دارد که واجد وجهه بالایی نیز هستند. اگر به چنین مشاغلی روی آورده بودیم، در جواب هر کسی که در مورد شغلمان می‌پرسید، پاسخ محکمی می‌داشتیم. اما این ضرورتاً به این معنا نیست که لازم است یا مجبوریم آن گزینه‌ها را دنبال کنیم. وقتی بهای واقعی برخی مشاغل را بدانیم، ممکن است به تدریج دریابیم که حاضر نیستیم قربانی حسادت، ترس، فریبکاری و اضطراب‌های آن شویم. عمرمان بسیار محدود است. ممکن است به خاطر دارندگی‌های حقیقی با اراده خود و بدون از دست دادن احترام و شأن خویش انتخاب کنیم که اندکی فقیرتر و گمنامتر باشیم.